یه مجسمه ساز کم سواد یهو انقدر مورد توجه قرار میگیره. میخوای بگی به خاطر اینه که مردم ما سطحی و زود باورن؟ شاید، ولی این خیلی ساده انگارانه است. بیا عمیق‌تر بشیم، خیلی عمیق‌تر. لازمه یکم به عقب برگردیم. قهرمانی که وابسته به سیستم نیست و برای بازگشت به ریشه ها از خود گذشتگی میکنه و جلوی وضع موجود میسته. کافیه یک نفر با این کهن‌الگوها همخونی داشته باشه تا ما دیگه دست از بررسی دقیق تر در مورد شخصیتش، سوادش و نیتش برداریم و عاشقش بشیم. دلیلش چیه؟ بذار ببینم. تو فکر میکنی ما از پدرانمون فقط غریزه هایی مثل میل به بقا و کمال طلبی رو به ارث بردیم؟ اگه ساختار ذهنمون رو هم از اونا به ارث برده باشیم چی؟ اگه بهت بگم تمام داستانهایی که شنیدی همشون از این الگوها که ریشه در ناخودآگاه موروثی ما دارن الهام گرفتن چی؟ حقا که استفاده از کهن‌الگوها در داستان مثل هیپنوتیزم عمل میکنه.